25 دکامبر در کاخ پارفنون در دوشنبه مراسم تقدیم جایزه‌های فدراسیون فوتبال تاجیکستان به بهترین فوتبال بازان سال 2021 در 5 نامیناسیون برگزار شد. همچنین دسته پختکار از نویه جبار رسولوف دلیر شریپوف جایزه چهره امیدبخش برای بهترین بازیگر لیگ جوانان را به دست آورد. کاپیتان دسته سورو کمپانیا از دوشنبه فیضلی سردارов بهترین فوتبال باز تاجیکستان در سال 2021 دانسته شد. در سال 2021 سردارov با کماندش هم جام، هم شوجام و هم عنوان قهرمانی تاجیکستان را صاحب شد. همچنین دسته خطان از شهر باختر لیلا حلیمووا بهترین فوتبال باز زن دانسته شد. لیلا امسال در هیئت خطلان هم قهرمان تاجیکستان شد و هم با 67 گل بهترین نشانزن لیگ فوتبال زنان گردید. نیم حمایتگر تیم ملی تاجیکستان و دسته نوبهار از شهر نمنگان ازبکستان احسان پنجشنبه بهترین فوتبال باز تاجیکی که در خارج از کشور هنرنمایی میکند دانسته شد و در نامیناسیون اساسی عنوان بهترین فوتبال باز تاجیکستان در سال 2021 نصیب علیشیر جلیلوف کاپیتان دسته استقلال دوشنبه و تیم ملی تاجیکستان شد. علیشیر جلیلوف سال 2019 نیز بهترین فوتبال باز سال دانسته شده بود. در سال 2021 علیشیر جلیلوف با استقلال هم جام، هم شوجام و هم عنوان قهرمان تاجیکستان را به دست آورد و در راه یافتن استقلال تا به دوره یک فینال جام قهرمان‌های آسیا نیز نقش ارزنده گذاشته بود. در این نامیناسیون جای دوم را فتولا فتولویف از دسته تیسکا و جای سوم را الهام براتوف از دسته استرافشان به دست آوردند.